به نام یاد خداوند مهربان. سلام دوستا، اینجا حسین سید شهدا علیه السلام است. دوستا با حمایت از ما لایف سابسکرایب کنین. ما نیاز به این چیز ندارم، اما میتونین برای لایف سابسکرایب شم 2 تا 3 تا خانواده را در افغانستان کمک. من خودم در نروژ هستم، نیاز به چیز ازی ندارم، پول ازی چیزی پولی هم نمیشه در اینجا، اما میتونین برای افغانستان چند تا خانواده را کمک کنین برای یک لایف سابسکرایب شم. تشکر منم که ما را حمایت کنین. همچنان برای جاهایی که مکتب جور میشه، مسجد جور میشه، ما همیشه کم برای خیلی چیزا کمک مونیم. ما را حمایت کنین دوستا، تشکر منم. اینجا حسین سید شهدای علیه السلام. دوستا اینجا در بخش زنانه، اینجا بخش زنانه بود، سیکون کلام بخش زنانه همشی. بعد همچنان برای بچه های که درس فارسی یا زبان خو فراموش نکنن، زبان مادری خو، یعنی نگاه کن. یک صنف داریم، صنف دیگه داریم 2 تا، یک صنف اینجا داریم 3 تا، یک صنف اینجا داریم 4 تا که نامش نوشتن یک صنف چنده، یک صنف اینجا داریم 5 تا، 5 تا هم کلا صنف ها در قسمت. بعد اینجا یک آشپزخانه چوخه، تشناب توالت جدا، حمام و بعضی چیزها رو که میمونن هستن. اینجا قسمتی که همه چیز وسایل داریم، یعنی وسایل برای سینه تک میکنه. اینجا چای خانه مو، چای مای اینا تمونیم، چای کافه اینا. یعنی قسمت هم یک صنف داریم. اینجا دفتر مویه، این دفتر اینجا برنامه های کلا نوشته شده است، برنامه که داریم. اینجا از در که در میم نوشته خوش آمدید حسین سید شهدا علیه السلام. یعنی قسمت هم آشپزخانه، یخچال اینا گاز هم الحمدلله بزودی گاز کشیده شده، آماده دیگه که مو استفاده کنی. دوستانی که این فیلم ندیدن ببینن، یعنی گاز هم درست شده تا تمام کارایش وکش. امروز هم نامدن سری کار. اینجا قسمت هم غار کردن، از قسمت پایین از قسمت پایین هم غار کردن اینجا. بعد از اینجا ازش ارسی بعد اینی چیز دیدین، یعنی کانتینر ده، یعنی اینجا مانده شده گاز اونو میاد تا اینی قسمته، اینجا گاز میاد اینجا. اینمی کانتینر کسته داخلش 6 تا کپسولی 30 کیلویی جاگن همزمان در نظر وصل میشه. گازا میاد اینجا. دوستا اینا ظرفا و منفای خون میشیم. ماشین ظرفی بس مردم درد نکنه کمک کردن وقتا. الحمدلله خدای شکر با کمک این مردم اینجا خریده شده. کلان هم قصهش هم خلاص شده، چیزی قصهش نمانده. اینا برای از یکی کارهای دیگه کنیم بخیر و مردم رو کمک کنه. همون پیسه مایانه پرداخت کنن که ما مثلا کمون ناویس یا بعضی کرایه دیگه حسینی، بعضی مصارف برق نام عبور بدیم
پیسه که دولت ما ذخیره کنیم انشالله که یک زمین بخریم جای متنگ میشه نفوس زیاده الحمدلله 2-3 هزار نفر شده دیگه فعلا نفوس دوستا این مرکز حسینی شهید شهدا اسلو قوما کل دیس هم دادن خریدن چراغ اهل بیت روشن کردن اینجا اینال هم خود راحت هم بچه های راحت هم خانواده خیلی راحتن دیگه سلامت و جور باشین زنده باشین همچنان یاد شم نره ما را حمایت کنین لایف سابسکرایب کنین کمک ازی برای خود من چیزی نمیشه در نروژ اما میتونه خانواده را در افغانستان کمک کنه برای شما یک لایف سابسکرایب چیزی نیه به نظر از ما حمایت کن دوستا حتما ما خواهشمندیم که حمایت کن که ما چند تا خانواده را بتونیم از این طریق کمک کنیم تشکر دوستا